حسد نبرده و حسرت نخوردم. خدا را شکر که در دنیا این همین دو چیزی بد من خلاص بودم، یکی حسد یکی حسرت. جز بر دو روی یار موافق که در هم است، نه که در یک مجلس هم حسد بردم هم حسرت هم خوردم. این چی بود؟ و شدید که در مسجد شهر نخودکا جمعی علما بودن، اونجا در پند و نصیحت بود و شیخ سعدی اشتراک کردن نتوانست. میگد برای اشتراک نکردنم حسرت خوردم و کسانی که در این محفل بودن با اونا حسد بردم که اینها بودن و من نبودم. برادرای عزیز، این بزرگا این گونه محفل ها را میگه ما حسرت شو میبریم، ما حسد میبریم با اون انسان ها، ما اگر خود ما نباشیم. پس برادران عزیز و گرامی، این لحظه ها و این محفل ها برای ما و شما بسیار خیر زیادی دارد. صحبت ها همه را ما طی چند روز از خدا قبول کند کردیم. بسیار استاد قید الله هم برای ما و شما یک نصیحت آخری داشتند، زیرا پگاه و ما سفران